سلام، رناستم در کیبک کانادا زندگی میکنم و آله در ساسکاتون ولایت ساسکاچوان هستم و بیزنس را مدت میشه 1 سال و تقریبا 1 سال و 8 ماه 9 ماه میشه که یک موقعیت عالی را آغاز کردیم از سوشل میدیا به گونه قانونی و مثبتش استفاده میکنیم. کسب درآمد عالی دارم و از دنیای سوشال میدیا و اینترنت واقعا به صورت درست استفاده میکنم. خب این بیزنس با نیاز به جای و مکان و زمان نداره. هر وقت خواسته باشیم اطلاع رسانی میکنیم در دنیای سوشال میدیا و الحمدلله سال 2023 بهترین سال بود که ما داشتم. الحمدلله انشالله که به تمام اهداف خود هر کدام ما برسیم. نمیخواستم که فول تایم کار کنم، نمیخواستم بیرون از خانه کار کنم، میخواستم کنار اولادای خود باشم، میخواستم که سفر داشته باشم، بتونم از فامیل خود، از خوار و برادر خود یعنی ویزیتشان کنم، بیایم هر جای خواسته باشم، از هر جای مکان بزنس خود پیش میبرم. خب این بزنس برای شماها است کسایی که خارج از افغانستان زندگی میکنین، قانونی هستین، اجازه کار دارین و خب سن قانونی را دارین که میتونین بیاین از این موقعیت خوب استفاده کنین. هر قسمی که شما خواسته باشین، کار ما صرف ادورتایزینگ است یا اطلاع رسانی هست و کار حلال و قانونی. اگر شما هم میخواین که یک بزنس قانونی داشته باشین و خارج از افغانستان زندگی میکنین، اجازه کار دارین، این بزنس با بک‌گراند تحصیلی شما و نیاز به تجربه قبلی نداره. اگر میخواین معلومات داشته باشین و معلومات رایگان بگیرین، برای ما در مسنجر اسم و ایمیلتان روان کنین و همچنان بگوین در کدام کشور زندگی میکنین، معلومات رایگان به دست بیارین. اگر دوست دارین در کنار ما در دنیای مجازی شامل درآمد عالی شوین. هر جای دنیا هستین موفق و کامگار باشین. خداحافظ.